یک روز یک کلیپ نشر کرده بودن، گفته بودن که من مریض بودم، گفته بودن استاد دایی 1 قرن مردم افغانستان به عقب برد. من گفتم چرا به عقب بردیم؟ ما چی کردیم که به عقب بردیم؟ 40 سال پیش در پوهنتون یک دختری که چی بگویم، کدام کلمه را استعمال کنیم، چادر داشته باشه یا امرایش، خانم ها خب باید چادر باشه، پیران باشه، پاجامه. 20 سال پیش 25 سال پیش در پوهنتون یک دختر نیامد که پاجامه داشته باشه. آل دخترای را اینا پیدا کردن که حتی چشمایشان فقط معلوم میشه کلشان. پس افغانستان چی شد؟ 1 قرن کجا رفت؟ چی معنی 1 قرن به عقب رفت؟ یعنی از نگاه ایمانی به طرف صحابه نزدیک شدن. فهمیدین؟ از نگاه ایمانی چی شدن؟ به صحابه و صحابیات نزدیک شدن. پس لباس های زنای صحابه در بین از اینا چی کرد؟ رواج پیدا کرد. اگر نه ما کلشان فری ساخته بودیم. اگر من دروغ میگم، من این گپای مرا گردنتان بسته، اینترنت پیشتان است، ببین که من براتان بکشین زمان جشن داوود خانه بکشین، جشن ظاهر خانه بکشین، جشن نجیب بکشین، جشن کارمل بکشین و دخترایی که در اونجا هستن سیلشان کنین که چند تای از اینا چه قسم لباس دارن، چند تایشان فقط یک چادر به سر خود دارن.